هر کسی که به خاطر خدا یک روز روزه میگیره، خداوند بنده را میگه 70 ساله را از آتش جهنم دور نگه میداره. اوکی 70 ساله را از آتش جهنم دورش جنت میشه و ان شاء الله با اذن پروردگار. روزه نه خیلی ثواب و منفعت داره. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت لکل شیء زکاه و زکات الجسد صیام. هر چیز به خودش زکات داره، پاک کننده و تازه کننده داره. مال زکات داره. حتی دیده که همین حیوانات هم زکات میکنن، ذبح میکنن. همین جسد انسان زکاتش میکنن. همین روزه است که وقتی روزه گرفتی تو جسد خود پاکیزه و تازه میکنی. برای بسیار خواهش میکنیم از برادران بگذار که همین 9 روزه هم که نگیرن، اما روزای دوشنبه، روزای پنجشنبه و روز عرفه را روزه بگیرن. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن انجام ترکش نبید.